اپیزود 16 گراند سینما در گراند هتل. همزمان با استقرار مجدد اردشیرخان ارمنی در سالن گراند هتل و راه اندازی مجدد سینما خورشید، سر و کله جمع جدیدی در اون حوالی پیدا شد به سردمداری میرزا علیخان وکیلی و این هم از بازی‌های روزگاره که در این بره از تاریخ معاصر در آستانه دوران جدید اولین سینمادار رسمی عصر قاجار، یعنی همین موسی آرتاشس باتماگریان مشهور به اردشیرخان ارمنی، میشه شریک اولین سینمادار رسمی عصر پهلوی، یعنی همین میرزا علیخان وکیلی، در گیرودار تأسیس چهارمین سینما در سالن گراند هتل، یعنی گراند سینما. علی وکیلی هم مثل اردشیرخان اصالتاً تبریزی و از تجار سرشناس وقت بود. هم خوشنام و خوشپوش و هم خوشفکر و خوش‌ذوق. تحصیل کرده مدرسه فرانسوی آلیانس. از جوانی به صف مشروطه طلبان پیوسته، در دوره استبداد صغیر محمد علی شاهی به استانبول گریخته، در رشته اقتصاد تحصیل و تحقیق کرده و بعد از بازگشت به استخدام اداره مالیه تبریز در اومده تا اشغال تبریز توسط قشون تزاری که از ترس به دار آویخته شدن دوباره فرار میکنه و این بار سر از ژنو در میاره. 2 سالی هم در مهاجرت بوده تا سال 1292 که به ایران برمیگرده در 26 سالگی. او حالا دیگه نه دنبال شغل کارمندی دولت بلکه سودای تجارت در سر داشت. در همین سال ورود میرزا علیخان وکیلی شرکتی در تهران تأسیس کرده با تابلوی نمایندگی شرکت فرانسوی ساکسون برای واردات و فروش کفش معروف به ساکسون که اون موقع در تهران سوکسه داشت. کاروبار وکیلی گرفته و او بعدها شرکت‌های دیگری باز کرده تا آشنایی و حشر و نشر با علی اکبر داور وزیر فواید عامه که بعد از اون تحت حمایت او دست به پروژه‌های بزرگتر زده، از قبیل تأسیس شرکت برنج و شرکت تلفن و غیره، و همه تحت پوشش شرکت سهامی ایالتی و ولایتی، و همینطور پله به پله ارتقای مقام گرفته تا رسیدن به وکالت مجلس و باقی قضایا. سابقه علاقه علی وکیلی به سینماتوگراف اما برمیگرده به سال 1303 که او برای انجام پاره امور تجاری همراه با احمد لیستر سفری کرده به عراق. این دو طبق روایت خود وکیلی شبی از شبها به سینمایی در بغداد می روند و چنان تحت تأثیر قرار می گیرند که همانجا در جا قول و قرار میذارن برای تأسیس سینمایی آبرومندانه در تهران. این احمد لیستر یا به عبارت دقیق تر سید احمد میرسپاهی هم از بازرگانان و سرمایه‌داران معتبر وقت بود، با املاک و مستقلات فراوان در تهران و شهرستانها. او ضمناً یکی از اولین و شاید هم اولین مکانیک و تعمیرکار اتومبیل در دوره قاجار بود که از همین راه در جوانی به مال و منال رسید و پاش به دربار باز شد و اول شد راننده خصوصی حسن وثوق مشهور به وثوق الدوله نخست وزیر وقت، بعد شد راننده مخصوص احمد شاه قاجار و بعد از سقوط سلسله قاجار از سال 1300 به بعد هم شد راننده خصوصی سردار سپه رضاخان و به لطف و مرحمت ایشان به درجات سروانی و سرگردی رسید و ملازم رکاب رضا شاه باقی ماند تا سالهای تبعید. ارادت متقابل رضا شاه و احمد لیستر یک دلیل دیگر هم داشت. لیستر 3 بار ازدواج کرد. همسر سوم او خانم نصرت الزمان امیر سلیمانی از اشراف درباری و در ضمن خواهر ملکه توران بود، مشهور به قمرالملوک، همسر دوم رضا شاه، هووی تاج الملوک. او با این وصلت به مقام باجناقی رضا شاه هم مفتخر شد و به این ترتیب
با دربار پهلوی نسبت و پیوند سببی پیدا کرد. در سالهای بعد لیستر از ارتش درآمد، به کار تجارت پرداخت و نمایندگی شرکت انگلیسی لیستر تولید کننده انواع موتور ماشینالات رو به دست آورد و از اون پس نام خانوادگی میرسپاهی رو تغییر داد و مشهور شد به احمد لیستر. رضا شاه پس از سفر به ترکیه در اواخر سال 1318 به تقلید از مصطفی کمال پاشا مشهور به آتاتورک دستور تدارک مقدمات یک فرستنده رادیویی را صادر کرد و این مهم را گذاشت بر عهده سازمان عریض و طویل پرورش افکار. یک سال بعد اولین فرستنده رادیویی در تهران به کار افتاد. در جریان این پروژه بزرگ اسم احمد لیستر را هم باید لحاظ کرد، چرا که جلسات دبیرخانه پرورش افکار در طبقات دوم و سوم عمارتی برگزار می شد که اهدایی احمد لیستر بود، واقع در ضلع غربی میدان توپخانه. و باری علی وکیلی در خاطراتش نوشته: در همان سفر عراق من و آقای لیستر با هم شریک شدیم و مقدار فیلم و وسایل نمایش و غیره از بغداد خریدیم و به ایران آمدیم. در تهران لیستر از همکاری و مشارکت در این کار صرف نظر کرد و من ناچار سهم او را هم خریدم و به تنهایی تصمیم به تأسیس سینما گرفتم. در این سالها بهترین سینمایی که در تهران وجود داشت سالن گراند هتل بود در لاله‌زار. سالن گراند هتل در این زمان اما همچنان در اختیار اردشیرخان بود و به این ترتیب جیره آقای وکیلی هم به ناچار افتاد دست ایشان. از چند و چون مشارکت این دو اطلاع چندانی در دست نیست، اما از شواهد پیداست که 1 ماه بیشتر دوام نداشته و طبق معمول کار کشیده به آژان کشی. جالبه که علی خان وکیلی که در جوانی در گیرودار اشغال تبریز توسط قشون روس تزاری با کمک یک ارمنی به نام استپان خان از دستگیری و مرگ حتمی نجات پیدا کرده بود، سالها بعد در تهران گرفتار غضب یک ارمنی دیگر شد و کارش کشید به محکمه. در تاریخ 13 آذر ماه سال 1304 این اطلاعیه با امضای اردشیرخان در روزنامه ایران چاپ شده. نظر به این که علی وکیلی از شرایط کنترات تخلف نموده، روز گذشته به حکومت جلیله نظامی متظلم و احقاق حق این جانب شد و 1 نفر آژان مأمور گردید که سینما خورشید را تحویل این جانب بدهند. بدین وسیله از اولیای حکومت نظامی و مخصوصاً آقای امیر لشکر عبدالله خان طهماسبی تشکر صمیمانه داریم. درست در همین روز و در همین روزنامه ایران جوابیه‌ای منتشر شده با امضای علی وکیلی و مالکین گراند هتل با این اخطار که تخلف مورد منازعه توسط خود موسیو اردشیر صورت گرفته و لذا کنترات هتل با او فسخ شده و در پایان آمده و از این تاریخ موسیو اردشیرخان به موجب تخلفی که نموده دیگر حق نمایش سینما در گراند هتل را نخواهد داشت. و در هر حال قدر مسلم این که پرونده شکایت 2 جانبه و بلکه 3 جانبه اردشیرخان، علی وکیلی و مالکین گراند هتل به نفع وکیلی فیصله یافته و اردشیرخان با لب و لوچه آویزان برگشته به عمارتش در علادوله و دست علی خان وکیلی هم باز شده برای رسیدن به مقصود اصلیش، یعنی تأسیس سینمای اختصاصی خودش. علی وکیلی نوشته: این سالن را به ماهی 40 تومان اجاره کردم. تقریباً 1000 تومان هم برای خرید صندلی، دکوراسیون و تزیینات داخل سالن خرج کردم. در قسمت سه‌قرانی سینما که به قول امروزی ها لوژ محسوب می شد، در حدود 100 صندلی و در درجات 2 قران و 1 قران هم 400 صندلی قرار داشت. بر سردر ورودی گراند هتل هم یک تابلوی سیاه رنگ نصب شد که روی آن نوشته شده بود گراند سینما. گراند سینما در دیماه سال 1304 افتتاح شد. برنامه افتتاحیه گراند سینما سریال پنجه ببر بود در 8 سری
با شرکت روت رولند، ستاره زیبای سینمای صامت آمریکا، با این اعلان: امشب گراند سینمای لاله‌زار شروع می شود. از تماشای سریال پنجه ببر غفلت نکنید که پشیمان می شوید. این سریال یکی از شاهکارهای صنعت سینما می باشد که توسط روت رولند از مشهورترین آرتیست‌های دنیا تهیه و درست شده است. در این سریال شجاعت، قابلیت و هنرهای فوق‌العاده روت رولند را دیده و حتماً تعجب خواهید کرد. و طبق معمول شخصیت‌های سرشناس وقت از اولین مشتریان گراند سینما بودند، از جمله علیاصغر نورالدین آشتیانی از رجال سیاسی حلقه قوام السلطنه که در سالهای بعد حضوری چشمگیر در بدنه سینمای ایران داره. و جالب این که علی وکیلی از سینما به سیاست رسید، اما آشتیانی از سیاست وارد کار سینما شد. او در خاطراتش از گراند سینما یاد کرده. بعدها در محل فعلی تماشاخانه تهران در گراند هتل گراند سینما افتتاح شد که در واقع اولین سینمای مجهز و مرتب در تهران بود. گراند سینما به نمایش مرتب و منظم فیلم اقدام نمود و هر برنامه سینما مرتباً شب‌های جمعه و دوشنبه عوض می‌شد. رویه کار در گراند سینما بر این مبنا بود که هر سریال در 8 قسمت نمایش داده میشد و هر شب علاوه بر برنامه‌های اصلی یک فیلم کمدی هم به نمایش در می آمد. نمایش فیلم‌های کمدی مردم ایران را برای اولین بار با 2 هنرپیشه مشهور کمدی دنیا، یعنی مکس سنت و چارلی چاپلین، آشنا نمود. و این هم یادداشت نسبتاً مفصل سردبیر روزنامه ایران، یعنی جناب آقای زین العابدین رهنما، از روزنامه نگاران سرشناس و نماینده چند دوره مجلس شورا و البته پدر بزرگوار فریدون رهنما، شخصیت برجسته ادب و سینمای سالهای بعد. لغت سینما تا پیش از این متدارف با ابطال وقت و مزید خستگی و کسالت شده بود، لیکن از چندی پیش به این طرف آقای علی وکیلی برخلاف اسلاف خیش فیلم‌های جدید تاریخی و علمی از اروپا وارد کرده، با زحمات فوق‌العاده سالن گراند هتل را منظم نموده و توانسته است مجلس نمایشی ترتیب بدهد که انسان بتواند راحت 1 ساعت از مواقع فراغت خود را در آنجا بگذراند. ما مخصوصاً به جوانانی که از 1 ساعت به غروب تا 5 از شب رفته وقت خود را به پایین و بالا رفتن در پیاده‌روهای لاله‌زار تلف می‌کنند یا در کنار میز قمار سلامت و تمول خود را از دست می‌دهند، توصیه می‌کنیم که به این مجالس در گراند هتل حاضر شده و ضمن رفع خستگی دماغ بر اطلاع و تجربه و بصیرت خود نیز بیفزایند. علی وکیلی برای رونق کاروبار گراند سینما ضمن بهره‌گیری از تجربیات اسلاف خود ابتکارات تازه‌ای هم به خرج داد، از جمله چاپ خلاصه‌ای از داستان فیلم‌های گراند سینما در روزنامه‌ها که پیش از آن توسط موسیو تامبور مدیر سینما پالاس باب شده بود. در این شگرد تبلیغاتی به جای آقایان محترم خطاب با خوانندگان محترم می باشد. این هم یک نمونه مربوط به فیلم صامت راسپوتین مندرجه در روزنامه ایران مورخه 8 آبان ماه سال 1305. راسپوتین یا گرگی در لباس میش، اسم این شخص را قطعاً در زمان جنگ و بعد از آن در اخبار و روایاتی که راجع به علل شکست تزار و انقلاب روسیه ذکر کردند شنیده اید و شاید شرح حال او را هم خوانده باشید. این شخص مجسمه دورویی، طماعی و دسیسه‌کاری است که به کیفر اعمال خود رسید. تماشای فیلم قشنگی را که در این روزها در گراند سینمای تهران توسط آقای وکیلی نمایش داده می شود به خوانندگان خود توصیه می کنیم. و یا در اعلان دیگر در شرح خلاصه داستان فیلم درام انتقام آمده
همین حکایت را که ذیلاً قرائت می‌کنید با هزاران نکات و جزئیات دیگر با چشم خود در گراند سینما منظماً تماشا فرمایید. البته می‌دانید که خواندن یک رمان و دیدن وقایع آن با چشم چقدر لذت دارد. یک ابتکار دیگر علی وکیلی تبدیل متن اعلان‌ها به دیالوگ‌های کوتاه سینمایی شبیه به سینجیم. دیشب کجا بودید؟ گراند سینما. امشب کجا می روید؟ گراند سینما. فردا شب کجا خواهید رفت؟ گراند سینما. نمونه های دیگری هم به حد وفور موجوده، مثل این یکی با عنوان ملاقات در گراند سینما. امشب کجا می روید؟ گراند سینما. دیشب مگر ما با هم گراند سینما نبودیم؟ چون امشب پرده ها عوض می شود، پس من هم خواهم آمد. و در یک اعلان دیگر کار کشیده به مکالمه تلفنی. الو، کجاست؟ گراند سینما. امشب پروگرام چیست؟ سریال پسر تارزان. تشریف بیاورید این بهترین فیلم آمریک را تماشا کنید. در آمریکا و اروپا کمتر کسی پیدا می شود که این فیلم مشهور را ندیده باشد. برای ساختن این فیلم در آمریک چند صد هزار لیره مخارج شده. این فیلم که اغلب با وقایع و اتفاقات غیرعادی که عبارت از زندگی طبیعی و جنگ و جدال با حیوانات درنده آفریقاست، دقت همه کس را جلب می کند. آخرین اعلان گراند سینما در تاریخ 15 خرداد ماه سال 1305 در روزنامه ایران چاپ شده با آگهی فیلمی به نام تمدن. فیلم تمدن در آمریک با چند میلیون مخارج در موقع جنگ بزرگ اول تهیه و به عالم انسانیت خدمات بزرگی نموده، به قسمی که ویلسون رئیس جمهور سابق آمریک از سازنده آن رسما تشکر و امتنان نموده. دیدن این فیلم برای هر کس از هر طبقه باشد، از وزیر و وکیل و نظامی و تاجر و فلاح، جوان و پیر، لازم و در وجود هر تماشا کننده احساسات صلح طلبانه تولید می کند. این فیلم تماشا نیست، بلکه یک درس عبرت است که انسان را به طرف انسانیت دعوت می کند. یک ماه بعد از انتشار آخرین اعلان گراند سینما، اطلاعیه گراند هتل در 13 تیر ماه سال 1305 از تعطیل شدن گراند سینما به علت گرمای تابستان خبر داده. از قرار معلوم نصب باد بزن برقی در سالن هم تأثیری در جذب مشتری نداشته. در آخرین روزهای حضور علی وکیلی در گراند سینمای گراند هتل، در این سالن به جای فیلم نمایش زنده اجرا شده با عنوان نمایش هیپنوتیزم، مانیتیزم و اسپریتیزم. این هم دعوتنامه نمایش. دکتر سامی و مادام ناهید که عالم به علم هیپنوتیزم و مانیتیزم و تسخیر ارواح می باشند، جدیداً وارد تهران شدند. اولین دفعه است که چنین دکتر عالی مقامی به ایران آمده و عملیات محیرالعقول خود را به معرض نمایش خواهد گذاشت. اگر می خواهید از این معلومات غریبه به خوبی مستحضر شوید و از ساعات عمر خود لذت ببرید، موقع را مغتنم شمرده شب پنجشنبه در سالن گراند هتل تشریف آورده شاهکارهای دکتر را مشاهده فرمایید.